بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، در همه حال دانایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، ضعیفان را پناهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن که تو خواهی. پس یا عزیز به نام تو آغاز می کنم که نامت بهترین و زیباترین نام هاست، کلامت برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادت هم آرام بخش دل هاست. و سلام و درود می فرستم بر حبیبت و سفیرت که رسول گل هاست و محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم، هم نفس یاد خدا. دلای حالتون خیلی خوب باشه، در کمال آرامش نشسته باشین پای تلویزیون و برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی بفرمایید. یاد خدایی که مهمان امامزاده موسی مبرقه، فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه امام محمد تقی علیه السلام است و 40 اختر فروزان آسمان ولایت که از همگی از نوادگان ایشان و امام هادی علیهم السلام هستند. این ذریعه مطهرشون هست که تو تصویر میبینید. چند قدم اون طرفتر هم امامزاده زید هستن از نوادگان امام چهارممون. انشالله خدا قسمت شما بکنه پابوسی و زیارت این امامزادگان واجب التعظیم و انشالله تشریف بیارید اینجا. 42 امامزاده رو یک جا زیارت میکنیم انشالله که این اتفاق مبارک برای همه بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. خب پنجشنبه دیگه از راه رسید و با افتخار ما خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین محمدی شاهرودی هستیم که قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمد. سلام علیکم. خیلی ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، عرض قبول طاعات، عبادات. در یکی از بهترین عبادات اینه که انسان در معارف قرآن تأمل داشته باشه، دنبال علم و معرفت باشه و با این علم آموزی انسان محبوب خدا میشه. حدیث نبوی است که حالا با صورت‌های مختلف فراوان نقل شد که طلب العلم فریضة علی کل مسلم، و هر مسلمانی واجب. الا فان الله یحب وقات العلم. هشدار آگاه باشید که خدای متعال طالبان علم و جستجوگران علم دوست می‌دارد. دوستانی که الان پای تلویزیون نشستن برای این بحث رو گوش میکنن، خداوند دوستشون داشته که این بحث رو گوش میکنن. الحمدلله. امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خدای متعال میخواد به بنده خیر برسونه، اون رو در دین آگاه میکنه، معرفت دینی پیدا میکنه. حال دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خدا رو شکر کنن که نسبت به اونها اراده خیر داشته که چیزی در دین یاد گرفتن. الحمدلله. ان شاء الله که گفتگو ما با دوستان عزیز و شما گامی در جهت علم باشه که محبوب خدا بشیم ان شاء الله. همون الهی آمین. الهی آمین به دعاتون ان شاء الله. خب عرضم حضورتون که خاطر شریفتون باشه، ما مبحثمون در روزهای پنجشنبه با حضور استاد مبحث توحید و معرفت الله هست، خداشناسی، که از 2 هفته تا به حال برنامه داشتیم. اهمیت و جایگاه این بحث رو تبیین کردن استاد و ضرورت و چرایی طرح این موضوع و این مبحث مهم، و بعد از اون هم مراتب معرفت الله رو تبیین فرمودن. انتهای جلسه هفته گذشته خاطرم هستش که بحث جدیدی رو آغاز کردن پیرامون اثبات خدا، اثبات وجود خدا، و قرار شد که دلایل و براهین اثبات وجود خداوند لایزال رو برای ما بر بشمارن و تبیین بفرمایید. اگر صلاح بدونی شروع بفرمایید، ما سراپا باشیم. خواهش می‌کنم. بله، همونطور که شما فرمودید این بحث رو ما شروع کردیم، منتها دیگه فرصت نشد که وارد بحث محتوایی بشیم. اینا داشته باشید اگه این بحث اینقدر مورد توجه شیاطین و دین ستیزان و آتئیستان، نمیدونم چه عنوانی براشون انتخاب کنیم، نبود،
ما هم مثل قرآن خیلی بهش نمیپرداختیم، چون قرآن اصل وجود خدا رو بدیهی معرفی میکنه. افالله شک کن، میشه در وجود خدا شک کرد؟ واقعا افالله شک کن، میشه در وجود خدا شک؟ حالا شک در فاطر السماوات و الارض، همون کسی که آسمان ها زمین رو خلق کرده ما خداست. وجودش رو درش تردید نداشته باشید چون تردید بردار نیست. حالا تردید دارید، هر آسمان زمینی که میبینید یه نگاه به بالا و پایین بکنی حله. آره دیگه خالق این آسمان زمین خداست. اما این آقایون کار کردن و کار میکنن، همه مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و نمیدونم وقت شبه هم پراکنی هم میکنن که عرض کردیم شبه خراب کردنه و خراب میکنن ذهن ها رو. این بود که تصمیم برم شد که حالا اگه چند جلسه هم نباشه، یکی دو جلسه رو بیشتر اختصاصی به همین که وجود خدا رو اثبات کنیم. تو از قدیم الایام حکما، متکلمین، اندیشمندان وارد این بحث شدن. مثلا ارسطو برهان برای اثبات وجود خدا داره. تا میاد میرسیم به صدرالمتعلحین و همینطور تا زمان ما. این برهان هایی که مطرح کردن رو میشه به غیر از برهان های نقلی که تو قرآن اومده میشه به دو گروه تقسیم کرد: برهان های عقلی و برهان های تجربی. اون برهان هایی که هر دو مقدمش عقلی، اسم ما گذاشتیم برهان های عقلی. اونا که یک مقدمه تجربی داره، اسم گذاشتیم برهان های تجربی. این برهان دسته دوم حسشون اینه که قابل فهمن برای همه، تجربه میکنه. همون که حس درش دخالت داره، تجربه درش دخالت داره، همه کس میفهم. از همین هم شروع میکنیم. خیلی خوب. هم برهانی هم که ارسطو اقامه کرده از همین راهه. چون میوقت ما به نظام آفرینش نگاه میکنیم میبینیم همه موجود در حال حرکت، زمین و زمان و آسمان و انسان، هر چی که نگاه میکنیم میبینیم این کاروان هستی داره حرکت میکنه. تردیدی در این نیست که شما باید یه موجودی پیدا کنید که حرکت نداشته باشه. ظاهرا خود قرآن هم همین که فرمود افالله شک کن، خب فاطر السماوات همین از همین روش میشه دیگه. نه اینجا حرکت، اینجا حد وسط برهان حرکت، اونجا حد وسط برهان آفرینش و خلقت. نه منظورم تجربه بوده. عقلی و تجربی. این برهانی که میگم همش تجربیه. میگم قرآن هم در اونجا از برهان تجربی استفاده کرده. یعنی به آسمان زمین تجربه کن. فراوان استفاده کرده قرآن. چون مخاطب قرآن ناس هست، مردم. بله. برهان های خیلی عمیق و فلسفی ها رو که عامه مردم نمیفهم. لذا قرآن بیشتر تجربی چیزاش همینه که یک مقدمه همون که افلا ینظرون الی الابل کیف، همین دور بر خودتون نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات خودمون رو در خودشون، در وجود خودشون نگاه بکنید. در خارج از وجودشون آیات رو ما نشونشون میدیم تا بدونن که خدا حقه، خدا هست. و فی الارض آیاتنا للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. به زمین نگاه کنید، به خودتون نگاه کنید. چرا بصیرت ندارید؟ چرا فکر نمی کنید؟ چرا عقل ندارید؟ بله قرآن بیشتر مباحثش از همین طریق تجربیه. چون تجربه همه کس فهمه، ولی برهان عقلی باید یک ذهن عقلی و یک ذهن انتزاعی داشته باشه. یک ذهن تجریدی داشته باشه. به اصطلاح برهان ارسطو اینه که کل نظام آفرینش در حال حرکت و هر متحرکی یک محرک میخواد. نمیشه که ماشین حرکت کنه موتور نداشته باشه. حتما باید یک محرکی داشته باشه. پس عالم باید یک محرک داشته باشه. اگر اون محرک خودش متحرک باشه باز چی میخواد؟ باید محرک میخواد دیگه. اگر این ادامه داشته باشه به تسلسل میرسه که باطله یا به دور که باطله، پس باید ما به یک محرک برسیم که خودش متحرک نباشه. واجب وجود خداست. مثلا اون مثال ماشین رو زدیم که باید یه موتوری داشته باشه که محرک باشه. من سریع داشتم ادامه میدادم اینی گفتم خب خود اون موتورم
باید یه متحرکیه، یه محرکی باید باشه که رو روشن کنه، مثلا بنزین محرکشه، بنزین باشه، بعد بنزین باید کسی بنزین بریزه تا برسه. خب این نظام آفرینش که متحرکه، این حرکت که هست، یه حرکت اولی باید، یک محرک اول باید باشه، همه اونجا ختم میشه، اونجا ختم میشه. یه برهان حسیه، آدم حرکت رو میبینه. اون مقدمش هم عقلیه که هر معلول یک علت میخواد. آره. هر متحرکی یه محرک میخواد. با هم دو مقدمه خیلی ساده. اولش این که این برهان یک حرف عقلی از بدیهیات عقل. شاید یه موقع صحبت کردیم درباره این که معلول بدون علت معنا نداره و این متحرک یک معلوله، حتما باید علت داشته باشه که همون محرک. این کبرای برهان هست. سوالش اینه که ما با عالم که نگاه میکنیم همیشه در حال حرکت میبینیم. این حرکت یه محرک میخواد. بله. و یه برهان دیگه که وجود داره، برهان نظمه. باز اینم یه مقدمه تجربی داره. وقتی تو نظام آفرینش نگاه میکنیم همه چیز رو منظم و حساب شده و دقیق ببینیم. اندازه ها، فاصله ها، همه چی کاملا دقیقه. اینقدر دقیقه که انسان تعجب میکنه. شما بخواید مثلا فرض کن از تهران برید مشهد، از اون خلبان بپرسید که چقدر دوره مبلغ اعلام میکنن، میگه مثلا فرض کن 1 ساعت و 10 دقیقه برای ما مهلت پرواز رو تعیین کردن. بری بشی واقعا 1 ساعت 10 دقیقه به سر میرسیم، میگه نه شاید 5 دقیقه زودتر رسیم، شاید 5 دقیقه دیرتر رسیم. بشی خب ثانیه هاشو من میخوام ببینم چند ساعت، چند دقیقه، چند ثانیه تو راهیم. با تعجب نگاه میکنیم، یا عقلت از دست دادی. دقیقش هم من نمیتونم بگم. یه بادی از جلو بیاد 10 دقیقه یه رو دیرتر میرسیم، از پشت سر بیاد 5 دقیقه زودتر میرسیم. نمیتونه. حالا شما زمین رو در نظر بگیرید، چندین میلیون برابر هواپیما جرم میشه دیگه. بله. سرعتش هم از هواپیما بیشتره. در آن واحد چند تا حرکت هم داره. دور خودش میچرخه، دور خورشید میچرخه، کل منظومه شمسی در حال حرکته. با این حرکت سرسام‌آور در این فضای لایتناهی، الان که از مقابل برج حمل رد میشه، یک منجم میشینه حساب میکنه، میگه که بعد از 365 روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه زمین مقصد میرسه. یعنی ثانیه هاش هم حساب میکنه. اونم نه اینکه 1 ساعت باشه. اینجا دیگه نه کامپیوتر، اون ما همش کامپیوتر این چیزاست. یعنی زمین ثانیه تخلف نمیکنه. این نظمی که زمین داره، اون پا تون بره کن بره. اگر زمین مثلا حرکت خودش رو نصف کنه، حرکت به دور خودش، موجود زنده رو زمین باقی نمیمونه. چون حرکتش نصف بشه طول روز 2 برابر میشه. روزها به جای اینکه 12 ساعت باشه میشه 24 ساعت. 24 ساعت خورشید میتابه. این طرف از گرما همه چیز ذوب میشه، از سرما همه چیز منجمد میشه. زمین بخواد تند بره همه چیز به هم میریزه، کند بره. نظم کامل بر زمین حاکمه. حالا من زمین رو مثال زدم. شما یه بچه رو مثلا انسان در نظر بگیرید، این هماهنگی که وجود داره، قبل از اینکه این بچه متولد بشه، غذایی که لازم داره در یک محفظه‌ای که از هر حیث مطابق با همون، مطابق با اون کام بچه، مطابق با اون دستگاه گوارش بچه، غذایی که همه چیز توش هست، هماهنگ با این بچه هست. یعنی وقتی که خب علالقاعده باید مرسل جاذبه زمین شیر بریزه به زمین دیگه، نمیریزه. چون تنظیم شده که مطابق با اون مکیدن بچه، اونم به مقداری که لازمه. اگه هرچی یه بار خالی میشد بچه خفه میشد. اگه هرچی میمکید شیر نمی آمد ول میکرد. این هماهنگی، این نظم حاکم. حالا از این مثال ها زیاد. خلاص این که بر عالم نظم حاکم است. عقل ما میگه هر نظمی ناظمی لازم داره. پس این عالم ناظمی لازم داره که اون ناظم دیگه جز عالم نباشه. بله. میگه جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست. واقعا این نظم عجیب و غریبه که به لایه‌های درونش فکر می‌کنیم مخ آدم سود میکشه. واقعا خیلی ممنونم.
بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه برهان نظم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اثبات وجود خدا بحث ماست. دلایل و براهین رو دارن تبیین میکنن. برهان حرکت رو فرمودن و رسیدیم به برهان نظم، مثالهای قشنگی که استاد زدن. در خدمت. پس ما وقتی در عالم مطالعه میکنیم نظم میبینیم. بله. اون نظم هم نیاز به ناظم داره. پس عالم یک ناظم میخواد. همینطور. این ناظم دیگه نمیتونه خودش جزئی از عالم باشه که دوباره یک کسی دیگه او رو نظم، چون اگه با جزء باشه نمیتونه عالم رو منظم کنه. باید خارج از عالم تصمیم بگیره این عالم رو منظم. پس ما در خارج از این نظام موجود، این نظام حالا با همه طول و عرضش یک ناظمی داریم که اون ناظم عالم است. از حالا حساب کرده مثلا وقتی بچه 9 ماه دیگه دنیا میاد باید چیکار کرد؟ این زمین بعد از چند میلیارد سال بناست روش آدم متولد بشه، آدم بشه. از چند میلیارد سال پیش مقدمه چینی کرده آمادگی تا اینکه یه زمانی زمین بتونه پذیرای انسان ها باشه. این ناظم باید عالم باشه، باید حکیم باشه، باید قادر باشه، قدرت داشته باشه این کار با این عظمت انجام بده. و اون صفاتی که یک ناظم باید داشته باشه، صفاتی که باید خدا داشته باشه. حالا اگه شما اجازه بدید ما گاهی هم دوستان رو وارد به تأمل کنیم. همش ما صحبت بفهمین. بپرسیم از دوستان. خب این برهان رو که ما مطرح کردیم و دوستان هم فهمیدن که یکی از معروف ترین برهان ها همین، یا مشهورترین برهان ها که تو قرآن هم زیاد به این برهان توجه شد. برهان نظم زیاد بهش توجه. سوال اول ما اینه که خب ما بی‌نظمی هم در عالم میبینیم. سیل میاد خونه رو خراب میکنه که نظم نداره، زلزله میاد شهری و هم میریزه. عرض کنم خدمت شما که این بلاهای آسمانی، نمیدونم کودکی که در کودکی از دنیا میره، جنینی که سخت میشه، گلی که نشکفته پرپر میشه، اینا رو چیکارش کنیم؟ که ما گفتیم در عالم نظم وجود داره، بی نظمی ها چی میشه؟ یک سوال که دوستان تأمل کنن، اگه جواب دادن جواب ندادن، اگه جواب دادن جواب دادن، اگه ندادن خودمون مجبوریم جواب بدیم. هفته بعد میخواین راجعش صحبت کنیم. اشکال دوم و سوال دوم ما راجع به این برهان اینه که خب این برهان شما ناظم رو ثابت میکنه نه خدا را. از این برهان ما نمیتونیم بگیم که ناظم واجب الوجوده، میتونه ممکن الوجود باشه وقتی خدا نیست. از این برهان دیگه رحمان و رحیم بودن خدا رو که نمیشه فهمید، که قادر بودن رو میشه فهمید، حکیم و مدبر و علیم بودن رو میشه فهمید، اما رحمان و رحیم بودن رو که نمیشه فهمید. حنان و منان بودن رو که نمیشه فهمید. پس اون خدایی که شما صحبت کردید خدای کامل نیست که همه خیلی از صفاتش رو از اینجا برداشت نمیشه فهمید. این 2 سوال رو دوستان روش تأمل کنم ببینم که چیکار میکنن. خیلی خوب. اشکال اول ما به صغرای برهان بود که گفتیم بی‌نظمی وجود داره. آره. اشکال دوم به برهان یا نتیجه برهان است. در اولیه چیزی من به ذهنم میاد، منتها فکر کنم بذاریم همون برنامه بعد مثلا چه تو ذهنم اومده بگیم و روش صحبت کنیم. اگه سلام. هر سلام. خب برهان سومی که مطرح میکنیم اسمش برهان عرض کنم که حدوثه. ما وقتی در عالم متبازیم برهان آورنده لازم داره. هر پدیده ای یک پدیده آورنده لازم داره. بله. اون خودش دیگه حادث نباشه، و یعنی اون هم میخواد حادث باشه باز نیاز به یک حادث دیگری داره و به تسلسل میرسه. پس عالم پدیده آورنده‌ای داره که خودش پدیده نیست، پدیدار نیست، بلکه قدیم است، همیشگی بوده و هست. این برهان محکم است. این برهان مال متکلمینه و برهان محکمی است که میشه انسان
روی این برهان، یعنی خیلی از مشکلات تو این برهان حل میشه. خب اینجا از این برهان فهمیدیم ما که حادث دو نوعه، حادث زمانی و حادث ذاتی. حادث زمانی یعنی موجودی که زمانی نبوده است و الان هست، مثل زمین، مثل آسمان. خب زمین چند میلیارد سال پیش نبوده، درست. یک جزئی از خورشید. خورشید باز چند برابر، چند میلیارد سال قبلش نبوده، بخشی از منظومه شمسی. کل این کهکشان ها مثلا یک توده بخاری شکلی بودن که یه توده آتشی و بخاری شکل بودن که بعد اصلا جدا شدند و این منظومه شمسی این چیزا رو به وجود آوردن. اینا به لحاظ زمانی حادثن. اما برخی از مخلوقات زمان نداره، همین که مثال زدم، اما ذاتن حادثه. تنها مخلوقی که هم ذاتن قدیمه هم زمانن قدیمه خدای متعاله که او نه زمانی است که نباشد، او اول است. اولی که اول رو خلق کرده، اولی که دیگه اول نداره، آخری که دیگه آخر نداره. والاول والآخر و ظاهر والباطن. و هم به لحاظ زمانی قدیم و خدا، هم به لحاظ ذاتی هستیش از خودشه، وجودش از جای دیگه نگرفته، مثل شوری نمک از خودشه، کسی نمک رو شورش نکرده. نه مثلا پس کسی یخ رو یا آتش رو گرمش نکرده، یخ رو سردش نکرده، ذات خودشه. ذاتش. هستی هم ذات خداست، خدا هم وجودش از خودشه، از خودش، یعنی هستی از او جوشیده. و پس خدای متعال هم قدیم ذاتی است هم قدیم زمانی. اینم یه برهان بود، برهان حدوث و قدم بود. خیلی ممنونم استاد. ما ظاهرا رسیدیم به انتهای برنامه، باید خداحافظی کنیم. بله خیلی ممنونم، استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. راجع به سوالتونم حالا هم ما هم مردم ان شاء الله فکر میکنیم. راجع به اون برهان نظم بود که بی‌نظمی ها و سیل و زلزله بچه عوامی ندارین، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که دل دادید به برنامه خودتون و اینکه مراقب خودتون و خوبیاتون هم باشید. التماس دعای حق. خداحافظ.